با مقصد پیشگیری کسالی‌های سیرایتی مخصوصاً کووید 19 طول چند روز است که در شهر حصار کارهای فهماندهی و دزینفکسیونی در کارخانه و تشکیلات، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی گزارنده می‌شود. در تشکیل و گزاردن چاره‌بینی‌های تبلیغاتی و تشویقاتی از جانب نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی و دکتران سیرایت‌شناسی بیمارخانه مرکزی شهر، مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی، بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده و گراژنین در شهر حصار با حاضرین در برابر بی‌ضررگردانی و پیشگیری بیماری سیرایتی کرونا ویروس که امروزها تمام جهان را به تشویش آورده است، مصلحت‌های مفید داده می‌شود. امروز طبق نقشه کمیته حالت‌های فوق‌العاده و مدافع گراژنین نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اوید به پیشگیری بیماری سیرایتی کرونا ویروس در تمام تشکیلات اداره‌های حدود شهر حصار کارهای بی‌ضررگردانی، کارهای تشویقاتی ترغیباتی رفته شده است. ما در بسیارتر مؤسسه‌های تعلیمی، جای جمعیتی، بازارها، کالج‌ها، دهه‌های اهالینشین که اهالیشان بسیارتر زیاد هستند، چنین کارها را بسیارتر به انجام می‌رسانیم. امروز در مؤسسه دولتی تعلیمی کالج آموزگاری شهر حصار 1580 نفر دانشجوی تحصیل میکنند که از این شمار نزدیک به 1000 نفرشان را دختران تشکیل میدهند. عین حال در این مؤسسه طلبات و قاعده‌های پیشگیری کسالی‌های سیرایتی از جمله پوشیدن نقاب طبی، داشتن آنتیسپتیک و رعایت فاصله جسمانی از جانب دانشجویان و آموزگاران پورا رعایت کرده می‌شود. در کالج ما یک چند نقشه چاره‌بینی ها گذرانده شده است. در همه شعبه های روزانه و غایبانه واخوری ها بین دانشجویان گذراندیم که این هم باشد از نگاهی انا همون اعتراف کردن و دانستن انا همین قاعده های بی‌خطری کووید 19 گذرانده شد و صحبت ها گذراندیم و اینچنین با دانشجویان در سایه کشاد از طرف همشیره شفقت گذرانده شد که امروز دانشجویان ما صحت سلامت تحصیل میکنند و یگان نشانه های این بیماری را در دانشجویان دیده نمی شود. گروه های کاری جهت بلند برداشتن سطح معلوماتناکی ساکنان وابسته به پیشگیری بیماری کرونا ویروس، صحبت و کارهای فهماندهی و رساندن توصیه های متخصصان برای محافظت از این بیماری در کارخانه و مؤسسه ها جریان دارد. گزارش خورشید حلیموف صاحب نور عبدالرسولوف از شهر حصار برای برنامه اطلاعاتی نوید.